شبکه امیران جمهوری اسلامی: 1. روح الله خمینی هندی، سعید مرتضوی همون که اون خانم زهرا کاظمی رو کشت هندی بمبئی، محمود احمدی نژاد یا همون سباقیان یا سبورچیان پیشین جزو یهودیان سمنانه. اینها یهودیان آنوسی هستند، یهودیان ضد یهود. محمد تقی مصباح یزدی نامش بوده تقی گیوچی، یهودی. مکارم شیرازی یهودی، پدر بزرگش خاخام بوده. سید حسین موسویان یهودیان کاشان. محمود خاوری میزراهی یا همون مشرقی یهودی. حسن روحانی یا همون حسن فریدون یهودیان سمنان. مهدی مطهرنیا کلاهی یهودیان کاشان. حبیب الله عسکرولادی مسلمان یهودیان دماوند، این مسلمانش خیلی مهمه. سعید امامی یا سعید اسلامی یهودیان بصره. معصومه ابتکار از خاندان الله دادی یهودیان مشهد. نادر طالبزاده یهودی. علی خامنه‌ای عراق نجف. محمد جواد اردشیر لاریجانی عراقی نجف. صادق آملی لاریجانی عراقی نجف. علی اردشیر لاریجانی دبیر فعلی شورای امنیت ملی عراقی نجف. غلام حسین کرباسچی عراقی نجف. مسعود صدرالاسلام عراقی نجف. سید محمود هاشمی نجفی شاهرودی، این رئیس قوه قضاییه بوده، عراقی نجف. علی اکبر صالحی، ببین اینا همشون رده بالاهای نظام جمهوری اسلامی، عراقی کربلا. اشرف بروجردی عراقی نجف. عباس احمد آخوندی عراقی نجف. محمد رضا نقدی یا همون سمانی عراقی. علایالدین بروجردی عراقی نجف. سعید جلیلی مال جلیل آباد هرات. محمد باقر قالیباف ازبک خوگند یا خوگند. شمخانی مهاجرینی که کوچ کردن از عربستان سعودی به خوزستان. و نفر آخر رو اکبر هاشمی رفسنجانی رو من نمیگم، از هم میهنان خواهش میکنم که بیان اینجا کامنت بذارن و حدس خودشون رو بنویسن.